جواب زشت سخنگوی پوتین به سفیر اسرائیل در روسیه. سفیر اسرائیل که است در روسیه گفته باید روسیه در کنار اسرائیل استاد باشه و متهم کنه ایران که چرا حمله کردن به اسرائیل. اما سخنگوی پوتین گفت ما در کنار ایران اول استاد هستیم و دومش گفت کدام وقت شده که اسرائیل آمده باشه متهم کرده باشه اوکراین، متهم کرده باشه زلنسکی را که در این جنگ کمک میگیره از اروپا و امریکا. شما گفت حمایت میکنین اوکراین و زلنسکی را که در این حالت هستیم، باز میخواین که ما چی شویم؟ نه خیر. گفت ما در کنار ایران استاد هستیم. حکومت آلمان در برلین در پایتختش سفیر ایران خواست که امرایشان گفتگو کنه که در خاطر وضعیتی که در ایران است دیگه فعلا کس از آلمان تنها لوفتانزا پرواز نمیکنه، دیگه طیارا پس عادی پرواز میکنن میروند و از این خاطر میخواه آلمان هم در اینجا میانجیگری کنه. آلمان